محمد همش میگفت که من عاشقتم و دیوانه‌وار دوستت دارم. طاقت یه لحظه دوری تو ندارم. همش به من تحمیل میکرد که باید شب و روز کنارش باشم و مدام منو با خودش میبرد خونه‌شون. آخرش هم کاری باهام کرد که نمیدونستم اگر به خانوادم بگم با من چه برخوردی میکنن. بالاخره دلمو زدم به دریا و به خواهرم گفتم که سلام دوستان، من رویا هستم. اینجا کانال روایت عشق با رویاست. امشب هم با یک تجربه جالب از یک زندگی واقعی کنار شما هستیم. ممنون که تا انتهای داستان همراه ما میمونید. سال 64 بود که توی یه خانواده مذهبی به دنیا اومدم. من بچه شیشم یه خانواده پرجمعیت بودم. پدرم شغلش آزاد بود و خدا رو شکر وضع مالی نسبتاً خوبی داشتیم. با وجود اینکه 10 تا خواهر و برادر بودیم، پدرم در حد توانش هیچی برامون کم نمیذاشت. من 4 تا خواهر و 5 تا برادر داشتم. همسایه دیوار به دیوار دایی و عمم بودیم که با هم ازدواج کرده بودن و اونا هم مثل ما 10 تا بچه داشتن. میشه گفت تقریبا ما و بچه‌های عمم همسن بودیم. من یه دختر آروم و ساده بودم که با هیچ کس هیچ کاری نداشتم. برای خودم بازی میکردم و گهگداری هم با دختر عمم که همسن من بود رقابت داشتم. من بعد از 4 تا پسر به دنیا آمده بودم و دختر دوم خانواده بودم. خواهر بزرگترم وقتی که 10 سالم بود ازدواج کرد و از پیش ما رفت. بچگی من با شیطنت و بازیگوشی و رقابت با دخترعمه همسنم تموم شد و من بزرگ شدم. سال 83 بود که تازه کنکور داده بودم. پدرم یه شب که از مغازه اومده بود خونه، گفت یکی از مشتریاش که از قرار یکی از بهترین دوستاشم هست میخوان که بیام برای خواستگاری از من. انگار از رفقای پدرم شنیده بودن که پدرم یه دختر داره. محمد رضا پسر آقای عبدی دوست پدرم بود که تازه لیسانس گرفته بود و هنوز سربازی هم نرفته بود. اونا گفتن که بعد از ازدواج میره سربازی و از لحاظ مالی پدرش تأمینش میکنه. پدرم هم گفت آقای عبدی خیلی مرد خوبیه. انشالله پسرش هم مثل خودش آدم خوبی باشه. خلاصه اومدن خواستگاری و من با اینکه خیلی از چهره محمد خوشم نیومده بود سعی کردم عاقل باشم و به خاطر دوستی پدرم با آقای عبدی و ظاهر خوب خانواده‌اش جواب مثبت دادم. ما عقد کردیم و تازه ماجرای من شروع شد. عزیزان همراه، لطفاً برای شنیدن ادامه این داستان جالب همین الان این ویدیو رو لایک کنید. اون موقع ها مشاوره قبل از ازدواج مد نبود و ما به تحقیقات محله‌ای اکتفا کردیم. غافل از اینکه محمد به حدی بددل و سختگیر توی روابط محرم و نامحرم بود که حتی ارتباط من با برادرام رو هم کنترل میکرد. اجازه نمیداد من با برادرم دست بدم. بعد از عقد یواش یواش به من تحمیل میکرد که باید شب و روز کنارش باشم و مدام منو با خودش میبرد خونه خودشون تا شب هم کنارش باشم. هرچی میگفتم پدرم اجازه نمیده که من شب کنار تو باشم. قبول نمیکرد و میگفت من خودم اجازه‌تو از پدرت میگیرم و با 1000 ترفند و زبون بازی پدرم رو راضی میکرد که من شب کنارش باشم. همش میگفت من عاشقانه دوستت دارم و تحمل یه لحظه دوریتم ندارم. من متوجه رفتارهای غیر طبیعی محمد شده بودم و چیزی به کسی نمیگفتم. انقدر ساده بودم که پیش خودم فکر میکردم یواش یواش درست میشه. حالا اولشه، فکر میکردم اگه دهن باز کنم و بعدی شوهرم و پیش خانوادم بگم آبروی خودم رو بردم. بعداً توی زندگیم شوهرم پیش خانوادم خراب میشه و 1000 تا باور غلط دیگه که توی ذهنم بود. دوران نامزدی من با رفتارهای سختگیرانه محمد به بدترین شکل گذشت و من بدترین خاطراتم برای همون دور است. 1 هفته قبل از عروسیمون جهیزیه من چیده شد و خونمون آماده بود. محمد میگفت که تو باید از همین امروز توی خونه من باشی. دیگه نیازی نیست بری خونه پدر و مادرت. هرچی میگفتم آخه هر چیزی رسم و رسومی داره. پدرم و خانوادم اجازه چنین چیزی رو به من نمیدن. این رفتارا رو بذار کنار. ولی گوشش بدهکار نبود و با پولی که مادرم بهمون داده بود که خرید عروسی رو تکمیل کنیم جلوی چشم خودم چاقو خرید تا به هر کسی که منو بخواد از خونه ببره چاقو بزنه.
مادرم و تا حدی خانوادم متوجه این رفتارهای محمد شده بودن و موضوع به گوش پدرم رسید. پدرم پیگیر ماجرا شد و منم که انگار قفل دهنم باز شده بود همه ماجرا رو براشون گفتم. یه روز مونده بود به عروسی که پدرم با خانواده محمد حرف زد و گفت که عروسی کنسله و من به یه همچین آدمی دختر نمیدم. تماس گرفتیم و به بهانه مرگ یکی از اقوام محمد مهمونی رو کنسل کردیم. گفتیم عروسی به هم خورده. اما من یه رازی توی دلم داشتم که هنوز جرأت و شهامت گفتنش رو نداشتم. نمیدونستم اگر به خانوادم بگم که چی شده و چه بلایی سرم اومده، چه برخوردی با من میکنن و چی میخواد بشه. دوستان عزیزم، ازتون میخوام که نظراتتون در مورد این داستان واقعی رو در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بگذارین. بالاخره دلمو زدم به دریا و خواستم که همه چیزو بگم و خلاص شم. خواهر بزرگترمو کشیدم کنار و بهش گفتم آبجی، من دیگه دختر نیستم. خواهرم با تعجب به من نگاه کرد و گفت چی کار کردی؟ بعدم رفت پیش مادرم و موضوع رو براش تعریف کرد. مادرم فقط یه نگاه سنگین به من کرد و بعدم توی گوش پدرم گفت که چی شده. من دیگه اونجا نموندم تا اینکه خواهرم اومد و گفت لیلا باید عروسی کنی، اینطوری نمیشه، برای مامان و بابا خیلی زشت میشه. من که انگار جرم بزرگی مرتکب شده بودم بدون هیچ حرفی قبول کردم وارد زندگی با محمد بشم. ولی دیگه همه چیزو برای خودم تموم شده دیدم. مراسم عروسی ما برگزار شد. چشمای من پر از اشک بود توی شب عروسیم. بماند که تعداد کمی از مهمونامون اونجا بودن و همه فامیل محمد بودن. پدرم حق طلاق و حق مسکن رو به نفع من از محمد گرفت و من وارد زندگی جهنمی با اون شدم. بعد از عروسی اخلاق محمد هر روز بدتر از قبل می شد و کلاً اجازه نمیداد که من برم خونه پدرم. دلش میخواست انتقام تمام امتیازایی که توی روز عروسی مجبور شده بود و به من داده بود از من بگیره. من شده بودم مرده متحرک، بدون انگیزه، بدون هدف، بدون قدرت تصمیم گیری. محمد حتی وضع مالی خوبی هم نداشت و چون سرباز بود از لحاظ مالی به پدرش وابسته بودیم. من از هر نظری تحت فشار بودم. 1 سال از زندگیم با محمد میگذشت. یه روز که توی خونه تنها بودم یه مش قرص خوردم و گرفتم خوابیدم تا دیگه بلند نشم. دلم میخواست که بلند نشم و بمیرم، اما چشمامو باز کردم که دیدم توی بیمارستانم. انگار اون روز محمد با مادرش میاد خونه و هرچی منو صدا میکنن من بیدار نمیشدم. به پیشنهاد مادرش از ترس اینکه خونه من نیفته گردنشون زنگ میزنن به خانوادم و با هم منو میبرن بیمارستان. بعد از اون خودکشی پدرم دیگه اجازه نداد که من برم خونه محمد و دادخواست طلاقم رو داد. محمد راضی نمیشد طلاقمو بده و همش میگفت من زنمو دوست دارم و میخوامش. برای همین 1 سالی زمان برد تا من از محمد جدا بشم. حدود 5 سال از طلاقم با محمد میگذشت که از طریق یکی از اقوام با وحید آشنا شدم. ما ازدواج کردیم. وحید از همسر سابقش جدا شده بود و یه پسر 6 ساله داشت. نمیدونم چرا پذیرفتم با وحید زندگی کنم، ولی این بار هم توی زندگی شکست خوردم و آدم اشتباهی رو برای زندگیم انتخاب کردم. این بار وحید برعکس محمد از من میخواست که با ظاهر باز و آنچنانی کنارش باشم. اصلا زیاد پایبند زندگی نبود و همش دلش میخواست که من به تیپ و ظاهرم برسم و جلوی دیگران باز باشم. اما این اخلاق من نبود. این شد که دوباره من از وحید هم جدا شدم. این بار تصمیم گرفتم کلاً ازدواج نکنم. یه خونه نقلی اجاره کردم و مشغول کار شدم و روی پای خودم وایسادم. درسته تامین هزینه‌های زندگیم و اجاره خونه و دردسرای پیشنهادهای شرم‌آور به یه خانم مطلقه خیلی برام سخت و دردآور بود. ولی دیگه مجبور نبودم به دلخواه کس دیگه‌ای زندگی کنم. چند سالی از جداییم از وحید میگذشت که برای اولین بار به سفر کربلا رفتم. خیلی دل شکسته بودم از تقدیرم و فقط خواستم هرچی که برام بهتره اتفاق بیفته. بلافاصله بعد از برگشتنم به اصرار مادرم مهدی و خانوادش برای خواستگاری اومدن. مهدی ظاهری آراسته و متین داشت و به من خیلی ابراز علاقه میکرد. منم حسابی از تیپ و شخصیتش خوشم اومده بود.
با اینکه در خودم احساس نیاز می‌کردم، ولی از اعتماد دوباره به جنس مخالفم می‌ترسیدم. بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم و اصرارهای مادرم، ما با هم ازدواج کردیم و زندگی من دوباره شروع شد. الان حدود 7 سال از زندگی ما میگذره و خدا یه دختر و یه پسر ناز به ما هدیه داده. من عاشق زندگیم و بچه‌هام هستم. وقتی برمیگردم و گذشتم و مرور میکنم، بازم خدا رو شکر میکنم که توی این مسیر نشکستم و با تجربه هایی که به دست آوردم زندگی بهتری ساختم. دوستان عزیز، داستان امشب کانال هم به پایان رسید. از اینکه تا انتهای داستان کنار ما بودید سپاسگزاریم. شما هم اگر تجربیات جالبی دارین که میخواین با دیگران به اشتراک بگذارین، از طریق لینک داخل دیسکریپشن با ما در ارتباط باشین. ازتون دعوت میکنم ویدیو بعدی کانال ما در مورد ماجراهای عاشقی دختر 14 ساله‌ای که از ارث پدرش محروم میشه رو از دست ندین. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.